توی ویدیوی امروز تبدیل شدیم به جاسوسای غذایی. هر روز کلی تبلیغات عجیب و غریب تو اینستاگرام از رستورانا میبینیم که نمیدونیم واقعا غذاشون چه مزه‌ای. ولی توی ویدیوی امروز قراره بریم سر وقت رستورانایی که تبلیغاشون رو تو اینستاگرام گذاشتن و به صورت کاملا مخفیانه غذاهاشون رو سفارش بدیم، تستشون کنیم و نظر صادقانمون رو راجبش بگیم. ولی قبلش حتما همین الان ویدیو رو لایک کنید، چنل رو لایک کنید، سابسکرایب بزنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هر موقع ویدیو جدید باشه یوتیوب تو خبر اول شما ویدیو سلام فرستادید. خوش اومدید به جاسوسان غذایی. گشنمه. امروز ویدیومون یه تفاوت اصلی داره و از اونجایی که ما تبدیل شدیم به جاسوسای غذایی، قراره که با تیم حرفه‌ای جاسوسی خودم و با ماشین مخصوص جاسوسیمون بریم سر وقت رستورانا و مچشون رو بگیریم. بریزید تو. برو تو. بودو. نبند بذار منم بیام. بریم. همه نشستید؟ بعد قبل از اینکه شروع کنیم تغییر قیافه بدن. اینجوری خیلی تابلوه. منو میشناسم. بده من از فرمول سوپرمن استفاده میکنم. الان من کیم؟ ببخشید شما میشناسید منو؟ ببین من خودم آقا ما دوباره داریم میریم تهران، یعنی ما بچه شهرستانی‌ها باز داریم میریم تهران. الان تو اتوبان تهران قزوین خیلی خوبه همه چی. من تا حالا ماشین به این گندگی نرونده بودم، یه ذره ترسناکه. من دارم با اینا تو لاین اینا میرم، یعنی اصلا نمیرم لاین 3. داریم باش 100 تا میریم حاجی. نه بابا. آقا گوشیاتون شارژ داره؟ آره داره. رسیدیم نیروگاه. اگه شارژ نداری همینجا بزنم به این درازه ببند. آقا من افتادم پشت این کامیونه، همینو دارم میرم. اینجا نگاه کن. یواش. این داره از اون سبقت بگیره حاجی. منم سبقت بگیرم؟ آره دیگه من گفتم پشت آج آقا میرم. آج آقا برو اومدم. دنده پنج. خیلی خوب. برای رستوران اول من تصمیم گرفتم که سبک شروع کنیم. چی می‌خوایم بخوریم؟ ببین چون ما تا آخر شب قراره کلی کثافت وارد این خندق بلا بکنه، من تصمیم گرفتم که برای ناهار یه چیز سبک شروع کنیم که اینه، یعنی یه رستورانه که فقط تهدیگ میفروشه. باورت میشه اصلا همچین چیزی هست رو کره زمین و من تا الان نرفتم. پشمام. یعنی من غذا رو میخورم چه برسم به تهدیگش و این رستوران فقط تهدیگ میفروشه. اینجوری میریزه تو ظرف، روش خورش میریزه میره بهت. البته اگر تهدیگاش اینجوری که اینقدر جذابه باشه، چون تهدیگ داریم تا تهدیگ. میدونی چی میگم؟ رسیدیم. رستورانشون دقیقاً اونجاست. کجاست؟ اونجا. نه دید نداره. از اینجا دید نداره. چی می‌خوری؟ تهدیگ دیگه. اسکول تهدیگ که میدن، تهدیگ که اصلا. خب دیگه. غذاش تهدیگ حتما باید باش خورشتن سفارش بده. خالی نمیده. چی داره؟ قیمه، قرمه، فسنجون. من خودم قرمه می‌خورم. تو چی می‌خوری؟ تو قیمه تو چی؟ من فسنجون. تو چی؟ منم قرمه. ایول قرمه بزن. فقط یکی با من بیاد. من تنهایی میترسم. برو منم ارتباطو نگه می‌دارم. برو. حواستون باشه. بله کی منم دیگه. هزار بگی من از اون میرم. بیا میز من درست کنم. آقا اینو میزش کن. میز داریم مگه؟ آره. چجوری؟ میز داریم حاجی. بیا تو. بیا بودو. غذا داره. غذا بده. حاجی این چیه؟ مامان پزه. درست ببینم. خونه آوردی؟ بود؟ بخچه است. مال شورت نبوده این؟ تو قابلمه. قابلمه فرو پس بدیم دوباره قابلمه رو. من فکر کردم فقط تو ویدیوهاشون قابلمه است. نکنه واقعا تو این غذای منه. کی قیمه بود؟ من قیمم حاجی دست نزنید. یه شیرمون نشه. نه شیر نمیکنه. یه شیر. بابا این خیلی خوبه. گوش MJ 50 تومن میخرم ازت. به قرآن غذای منو دست بزنید میرینم تو غذا. حاجی چند بود دونه ای؟ 500 تومن میشه. نه بابا. بعد این فقط تهدیشه، یعنی 200 تومنش فقط قابلمه است. آقا صبر کن. این چیه؟ تهدیگ خالیه. مگه نگفتی خودش بیارم؟ ببخشید میونه کلمتون من این نکردم. مزه تهدیگ هیئت میده. اینا دارن تو سینی بخورم حاجی غذا میپزن. چند بود این؟ همه 500 همه 500 تومن. نه بابا. 2 تومن هزینه کردی براش. 2 میلیون شد. اینا حاجی فکر کنم به علاوه غذا دارن پول قابلمه‌ش هم برای من بود. مال اینه. آقا یه خوبی که این داره اینه که من الان دستمالم بخور. نگرد ماشین رو باش تمیز کنی. برو بپر بزنین شیشه رو پاک کن. برای من گوش داره. تهدیگ منو خوردی. فسنجون شیرینه یا ترشه؟ وای حاجی تهدیگ نونه همش. وای. رمز تهدیگ بی‌نهایت رو پیدا کردیم. یعنی هیچ کی توی رستوران سر تهدیگ دعواش نمیشه؟ فکر نمی‌کنم اگه دعوا بشه فقط سر خورش دعوا بشه. من قیمت میخوام. منم همینطور. به نظرم MJ
بندازیم تو این گونیه. قشنگ گونی سایز ام جیه. عاشق از این تدیکم. نه این ورش برنجه نه این ورش برنجه. ببینم تعدیق هیئت رو خوردید؟ هیئت امام حسین دیگه، هیئت یزید. هیئت داوران. ببین خیلی خوبه. فقط نمیری. بزن پشتش، بزن داره میمیره. نوشیدنی نداشت؟ نه نداشت. یعنی ببین اینجا تخصصی فقط تدیک میکنه. فقط تعدیق و قابلمه. اینا شاید قابلمه فروشن، در کنارش تعدیق هم میذارن توش میدن. این تعدیق رو میبینی اصلا برشته نیست. برای منم قرمه سبزیه. اوه شما امروز هیچی نخوردید اومدید نه؟ گشنته؟ برو کنار گشتمه. به خدا رستوران بعدی الان میریم رستوران بعدی. یه ذره غذا میدی. قابلمه هم داشتی میخوردی نه؟ دوست داشتم سفتر میبود. گفتی تعدیقا شل دوست نداری درسته؟ دوست ندارم. دلیل نمیشه گوشتم نباشه که. من سنگم بدی من میخورم. قیمتشو دوست داشتی؟ عالی. تو چی؟ فسنجون تو چی؟ یه دونه گوش قلقلی توش بود فقط. نه بابا. ظرفاشو باید بریم پس بدیم نه؟ ازش نی اینجوری بشونیم. نکنه باز ظرفاشو توش یه گلی چیزی شیرینی بذاریم پس بدیم. اما برای بعد نهار من تصمیم گرفتم که بریم یه چیز سبک بخوریم تا شب دلمون رو بگیره و به جای یه غذای کامل یه اسنک پیدا کردم که یک ساعته تموم میشه. همون دودی خفنا. بله این بالو فراوری کتفه. شده است. نیاز به پخت نداره. فتبال نباید. یعنی چی نیاز به پخت نداره؟ فقط این فراوری شده ها رو باید مصرف کنید. دودیه و خفن. بله با چوب راش. حاجی بالو کتف خامه این. با چی حال میده؟ دیگه ورزشکارا میدونن دیگه. اینو دیگه ما نباید بگیم به شما. میگه نیاز به پخت نداره، اینو چجوری میخورن؟ اوکی من خیلی طرفدار غذای خام نیستم ولی میگه نیاز به پخت نداره، فراوری شده. فکر میکنم یه چیزی شبیه سوسیس کالباس میمونه که امیدوارم بالا نیاریم چون ناهارمون خیلی خوشمزه بود. دلم نمیاد همه رو دوباره چیز، یعنی میخوام گوش بشه به تنم. اومد آوردی؟ چی ندی؟ ببن. نفهمید ما این چی خریدی؟ بازش کن. چی کردی؟ چقدر بال کبابی. حاجی کبابه؟ همش باله. ببین سرد و خیسه. بیا حاجی بهت انداخته مگه میشه اینو همینجوری خورد؟ ببین من نمیخورم هیچ اول بخور ببینه زنده میمونه. ای انگار خامه. حاجی این چرا انگار خامه؟ اصلا ببین خیلی چندشه، سرد و لزج و خیسه. حاجی من نمیخورم. ماها نگاه کن چسبیده به هم اصلا بوی دودی داره. اصلا آره. کالباس میده بکن. آره همشو ورده دیگه موسی جایزه داره. ببین سرد و براق و لزج و خیسه. انگار خامه. حاجی من هی بوی مرغ میاد تو ذهنم و دهنم. خوردی؟ بوی کالباس میاد. چه مزه‌ایه؟ مثل سوسیسه. من واقعا دوستشم. بخور. این جوجه کباب آماده است. چجوری با این میرن کردان مردان حالا من مودا. این همون برای منم این موی روشه. این میبینید بچه این دیده میشه. حاجی این پشمای مرغ نذاشتم این بمیره. این چیه؟ انگار گوشت خامه. مثل کالباس میمونه. عین کالباس مرغه. راست میگی. ببین بدمزه نیست ولی قیافه‌شو میبینم اصلا نمیتونم بخورم. نگاه کن چه شکلیه. کالباس با استخونه بعد میبینی؟ اینجوری کشسانی داره این پوستش. خوشمزه یه سری موها روشه بابا به خدا مو این الان دیگه از دست من نیومده که این موو میبینی؟ اینا دیگه اصلا به من ربطی اینا چسبیده به خودش. نگاه کن. نمیدونم چیه این. اون که اصلا حرف نمیزنه 2 ساعت داره و میخوره. گشنته از اون موقع موسی. به نظر منم خوشمزه است. واکن یه دونه دیگه بردارم. واقعا میگی؟ آره بابا مزه کالباس مرغ میده دیگه. ببین باحاله. دقیقاً انگار داری جوجه کبابی که مثلا دیشب کباب زدی و از توی یخچال در میاری میخوری. 2 میلیون شد. همش هم باله. همه باله. بعدم نیومد. نه من خوشم اومد. به نظر من خوشمزه بود. تو حالت مرگ و زندگی میخورم. نه بابا این برای مزه است. قشنگ مزه کالباس میده. آفرین دقیقاً یه مزه کالباس داره. راست میگه این حالا من نمیدونم اینا میگن برای مزه منظورشون چیه. مزه دیگه برای طعم. آره برای خوشمزه است. طعم کالباسش خوبه. آره به جای کالباس بخوری اینو. و راحتم خورده میشه مثل جوجه کباب رگ و نمیدونم آفرین. گوزروف و اینا نداره. اوناشو چیکار کردن؟ اونا هم پخته دیگه فراوری شده. بوی مرغ هم نمیده. آفرین. اصلا بوی مرغ نداره. کالباس دودی میده. پس من یه دونه دیگه. موسی پس بذار من بده من داره ازش خوشم میاد. نه شما خب کالباس میخرم. حالا که دیگه خوشتون اومده میخواید هر کی بیشتر خورده و به من نه، بده. برگزار به کنید. من بده. آقا من از این بس پوستش دیگه. بدم میاد. خب این پوست حاجی، این دو تا مرغ توش. من این پوست مرغ دوست ندارم. درست موروشری مهم این نیست. موها چیه روی فرش
عمل آوری کردن. یه سگ یه چیزی از این من رد نمیشه بدیم بخوره. یه حالت عجیبی داره. اینایی که تو جمونگ بود گوشت و نمک سوز می‌کردن. آفرین. آره یه همچین حسی داره. دوست داریم. این پخته نشده ولی خام هم نیست. جوجه کبابو بیشتر دوست دارم از این. 100% جوجه کباب از این خیلی خوشمزه تره ولی دیگه پول دادیم باید بخوریم. داداش اون همه رو نمیتونی بخوری. سگای بین اتوبان تهران قزوین هستن اونجا گشنشون هم از اگه نخوردید هستن دوستان. الان داره نظرتون نیست یه ذره گرمشون کنیم بخوریم؟ میخوای ببریم یه جا کبابشون کنیم. هستم کبابشو هستم. بریم همینو بزنیم به سیخ. اگر فکر میکنید از این دیگه بدتر نمیشه صبر کنید چون هنوز شام مونده و شاممون اینه. شوربختانه باید بگم هر تصوری از گوشت خامم داری باید بریزی دور و بخور. گوشت خامه. شاید بگید نه اینی که داشتی نشون میدادی هنوز نپخته صبر کن. خودت فرصت چشیدن این ساندویچو بدی. فیله گوساله‌ای که بعد یه حرارت جزئی ورقه‌های نازک کوبیده شدهش بافتی پیدا میکنه که حس دهانیش غریبه. با ترشی داداش حس دهانیش فکر کنم خیلی غریبه چون اصلا نپخته بود. پخت جزئی چیه؟ اصلا فکر کنم فقط گازو بهش نشون دادن. گوشت خامه میبره میگه چه حس غریبی چه حس غریبی. لیمو، شوری نمک دریا، کالی و تازگی سبزیجات، یه رگ از طعم جنوب و کره و تردی نون. گاز میزنی دیوانه میشی. من تا واقعا باید دیوونه بشه آدم. یعنی باید اصلا دیوونه باشی که اینو بری بخوری چون گوشت خامو نمک دریا و خاک جنوب یه همچین چیزی. یعنی قشنگ انگار میخوای بری تو آب با دندونت ماهی صید کنی. دیگه این دیگه داداش رستوران داریم میریم یا داریم میریم پروتئینی. حالا گوشت خام نخورده. من نخوردم تا حالا. ولی اینجا اصلا دهنم آب میاد. برای خودم هم قابل باور نبود که این ترکیب چقدر برای منم داشت قابل. برای من قابل نیست. من اصلا برای من قابل باور نیست. گوشت خام. ساعت چنده؟ ساعت چند شد؟ ساعت چند شد؟ بذار ببینم. وای 7 شد بالاخره. ساعت 5 رسیدیم ولی بهمون گفتن که ما غذا نداریم. گفتن ما از 7 شروع میکنیم. ما هر 2 ساعت ما اینجا علافیم. ام جی پاشو موسی حاجی واقعا خوابیده اونجاست. موسی پاشو 7. میخوای منم بیام؟ نه خودم میرم. باش خداحافظ. آقا ما اومدیم. اومدیم. بیا ببینم. بیا محموله رو آوردن. نباش نریزی روغنش ریخته اینجا باشا. این چیه؟ من نمیدونم. من بهش گفتم 4 تا ساندویچ یه بشقاب. این مال گورباچوف. چی بود اسم از اون گورباچوف؟ گارناچوف. من بشقاب سفارش دادم. حاجی گوشت خامه توش. What the fuck؟ بده اون چرا اینقدر سرده؟ ما چرا امشب هر چی میخریم سرد و من نپخته چه گرفتم؟ چرا غذاها رو جدیدن نمیپزن؟ برای شما همین تو نونه ها؟ یه لحظه بیا. گوشت خام جدی نگاه. این رسما گوشت خام انگل میگیریم اینو بخوریم. آقا اینو من نمیخورم. میشه دیگه کانتنت غذایی نگیری؟ بریم شام بخوریم. واقعا نمیخوری؟ میدونی برای همینقدر چقدر پول دادیم؟ 2 تومن دادیم؟ 5 میلیون تومان. دروغ میگی. 5 میلیون تا ته باید بخوری. پلاستیکش هم باید بخوری. نه این گربه اینجاست. پلاستیکشو بخور. حیوان بیا. پلاستیکشو میشوری دوباره استفاده میکنی. کتی بخوره میخورم. کتی بیا. کتی اصلا نمیاد نزدیک. بنداز. بیا. آها حاجی کتی نمیخوره. هیچ رغبتی نداره کتی. کتی بخور گوشت به خدا. وایسا الان اوق میزنه. نگاه الان اینجوری میکنه. گربه حاضر بود سبزیو بخوره اونو نه. حاجی کتی خورد. انقدری داغش کردن که انگل منگل و میکروباش از بین بره ولی قابل خوردن. ولی نپزه. خیلی مواظب بودن انگلا بمیرن ولی گوش خام بمونه. این من میخورم دیگه. گفتم کتی بخوره. بیشور میخوای نخوری؟ خوشمزه است. اینجا بالا نیاری یا تو همین ظرف ببین بالا بیاری بالا میارم. چرا یه جوری شدی؟ بالا بیاری بالا میارم. چی شدی؟ بگو نظر صادقانه تو بهمون بگو. داری خودت راضی میکنی چیه؟ میلاد بالا نیار. ببین من گوشت خامه. خیلی بوچ بده. خامه میفهمی گوشت خامه دارم. ساندویچو بده بابا. من گوشه‌ای دارم میمیرم. بده ساندویچشو بیار. ما از ساعت 5 اینجاییم که یارو بیاد گوشت خام به ما بده. میگه خب این برشو هر کی آفرین راست میگه حاجی. ساعت 5 اومدم گفت 7 بیا. 7 اومدم گفت آشپزمون پدر. ببین آشپزش که اومد همون لحظه آماده شد دیگه. آره دیگه چون یعنی آشپز فقط بچه اومد. آشپز بوده. آشپز اومد گفت اونجاست.
از توی یخچال در آورده، سرده. نه وای خیلی بزرگه حاجی. ببین گربه چندشش شد. این خیلی سرده. وای موسی ولی چندشش نشد. سسش خوشمزه است. بابا این چرا همه چیو میخوره؟ عین بیکن میمونه. آفرین. بیکن و صبح آمریکایی‌ها سرخ میکنن. این خامه. حاجی خیلی خوشمزه است. بابا اینا اسکله. کثافت من یه دونه بخورم. وای تو نخور بالا میاری. بالا میاری شبیه ماهی آب افتش. یعنی میخوری؟ بابا این اصلا عین سوشیه، ماهی که سوشی گوشت شده. ماهی دوم روشه. ماهی نیز از گوشت گاوه. گاوه یا گوشت شترمرغه. گاوه بابا. خری هست دیگه. قورتش بده. سری قورت. بیا پنجره باز تو. پنجره باز. بالا بیاری بالا میاره. هنوز دیر نشده. خب اینو که تا الان تو یخچال نگه داشتم. میریم خونه میپزیم میخوریم آقا چه کاریه؟ آفرین. بریم سرخش کنیم با اون جوجا. موافقم. مزه دار کردن بریم بپزیم. حاجی داره کاهوهاشو میخوره دیگه. باز کن. ببینم اینم حاجی این خامتره. این خیلی دیگه خام قرمز نگاه. وای خورد حاجی خورد. این دیگه چه حیوانیه؟ نمیخوری تو هم؟ ماها نمیخوره یعنی واقعا میگی؟ اصلا خوراکی نیست. تو رفتی این همه راه طرز تهیه‌اش و طرز پختش هم میپرسیدی. بابا تو پیجش 2 ساعت توضیح داده، تو کپشنش نوشته اینو ما در حدی براتون اینجوری میپزیم که انگل نگیری. اونو واکن ببینیم اون چیه؟ من فکر کنم گازشون قطعه. چیش کردن تو شاشیدن. حاجی تو شاشیدن نمونه دادم بهمون. این طبقه سسه، طبقه بعدی چیه؟ ریدم برامون. چه ساسیه؟ اون چیه؟ حاجی چیه؟ کم کم دارم میرینم برامون. توجه کردی؟ وایسا خیلی بعد این باحاله. چرا 3 تاست اون چرا 4 تاست؟ این خاکرک. آقا من یه چیزی بگم، نکنه ادویه هاشو دادن ببریم بپزیم. بگم من حاجی شاش نیست. خوبه. خدا را این شکر. باز نمیشه. خب من هر کدومو باز میکنم میشه. آروم. بوی گندش از این میاد. یه امیدی هست. یه دونه از اینا. شاید خوشمزه این شه. خامه اصلا، اینو نمیخورم به خود. بخور. با آب لیمو بهتر شد. نخور موسی جان. موسی جان نخور. بابا این گربه اینجا گشتنشه چیکار داری؟ من برای تو غذا میخرم. 5 میلیون دادیم غذا خریدیم، 5 میلیون بعد بریم آی سی یو بستری شیم. خب نخوری. بزنیم. بزن. ما باید اسم ویدیو رو عوض کنیم بزنیم جاسوسای گشنه. اینجا در میره. گوشت ام جی خب بخوره اینجا ما باید ماشینو کی تمیز کنه. باید همین الان بالا میاریم. من باید بریم برای غذا بخرم. خواهشم. من دیگه نون اونم نمیتونم بخورم حداقل. ماشاءالله. بابا اینا گشتنشونه به خدا خوشمزه نیست. بابا صلوات بفرست بیا. به خدا اصلا چیز قابل دار نیست. تو مال خودتو بخور. حاجی جداشون کردم. ترسیدم حاجی. آقا درسته من همشو خوردم ولی اصلا خوشمزه نبود چون گشنم بود دیگه خوردم. من انقدر مونده برای من دیگه. یعنی نمره 13 رو از من میگیره. 3 دادی؟ گربه ها بین خوردن گوشت تازه و دعوا کردن انتخاب کرد. تو به این 3 دادی؟ آقا ام جی ساندویچشو نخورد. آره من نبود. بذار من ببینم ساندویچشو میشه. بخور خوشمزه است. نونش خدای خیلی خوشمزه. ساندویچ زنده نخورده بودم دار. ساندویچ قشنگ باهات حرف میزنه. تا جایی که نونشو خوردم خوب بود. حس کن کالباس داری میخوری. آره راست میگی شبیه کالباسه. چشاتو ببند. شبیه کالباسه ولی کالباس هم یه ذره پخته است. کالباسی که افتاده تو دستشویی. وا البته که هنوز بقیه مواد رو بهش اضافه نکردم. ببین نونش خونیه. میبینی؟ نگاه کن. آقا این گوشت چرا قوه گوشی رو روشن کن. بیا. این گوشت قرمزه. این گوشت دیگه سیاهه. این مال کجای گاوه؟ اون داره اونو کتک زدن اون مرد شده. نمیتونم بخورم آقا. چرا دروغ چرا؟ بابا ببند سرشو میدیم سگای نیازمند گناه دارن. یعنی اینی که تو دهنم من میخوام توف کنم. حالا اینو قورت سر بده. بیرون توف کن. نوشابه بهم بده. نوشابه بده. داش مگه؟ اینو بده به یه سگ نیازمند. آخه اصلا ناهار و چرت بعدش اینجوری ما انگار تیر خوردیم به جای ناهار. غذاشونو بخریم و ببینیم آیا خیلی حال میده. خیلی حال میده. من میتونم بخوابم و را بریم.
نهار نماز. خیلی خوب برای رستوران او اول فاز صندلی الان میشکنه. تیم جاسوسی ما به صورت کاملا نامحسوس بره و مچ همه جاسوسا رو میگیرن. مچ جاسوس جا مچ جاسوسا رو میگیرن. سبز بعد این فقط تعدیشه، یعنی 200 تومن شما قابلمه است. همون پول قابلمه. پنجره کباب اینو اشاد. آقا اومدیم اینا رو بدیم گربه ببینیم میخوره یا نه. بیا نمیخوره. گربه مرغ نمیخوره حاجی. برای گربه هم عجیبه.